قماندانایی که در خوروغ قرض گرفته بودند. مسئولین امانت بانک میگویند طالب ایامبکوف یکی از سابق فرماندهان صحرایی در بدخشان قرضهای بانکش را برگردانده نتوانست و اموال به گرو مانده‌اش به فروش گذاشته شد. در حالت ایامبکوف در طالب در فروش هست، در حالت فروختن همین چی پورا پرداخت کرده می شود، یعنی که جوابگو است اما اموالی که به فروش برآوردگی. روح الله حکیمزاده رهبر امانت بانک ضمن یک نشست خبری تأخیر در فروش اموال ایامبکوف را به بحران مالیوی ربط داد و گفت تا به حال خریدار پیدا نشده است. مشکلی ها جای دارند. و همچنین از پرداخت شدن قرض المپیبی گلدرباغ و که از نام یادگار محمد اسلاموف یکی از دیگر فرماندهان پیشین صحرایی در بدخشان است خبر داد. از طرف گلدرباغ پورا پرداخت کرده شد. پورا. طالب ایامبکوف در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق نمود که تمام مسئولیت‌های پولی خود در نزد امانت بانک را اجرا نموده است و حالا در بدخشان به تجارت مشغول است. طالب ایامبکوف همراه پسر سال 2010 از امانت بانک 455,000 سومانی قرض گرفته بودند. همان سال فرمانده پیشین مخالفین مسلح در بدخشان موظف شد که تا آخر سال باقی مانده های قرضش را برگرداند وگرنه بانک اموال به گرو مانده او را به فروش می‌گذارد. نام ایامبکوف در پی کشتار گنرال عبدالله نظرов سردار ریاستی امنیت بدخشان در تابستان سال 2012 رسانه شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. حدود 2 سال قبل جمشید نور محمدزاده رئیس وقتی امانت بانک گفته بود که قماندان‌های سابق بدخشان 80% قرضشان را برگرداندند. نور محمدزاده آن زمان گفته بود که قرض سال 2008 با نام پیوندان طالب ایامبکوف و یادگار محمد اسلاموف گرفته شده است. با گفته رئیس وقتی امانت بانک مبلغ عمومی قرض 800,000 سومانی را تشکیل می‌داد.